الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. ولی یا سرپرست دختر یا خواهر یا هر خویشاوندان دیگری، ولی از اینها یا سرپرستی از اینها اجازه ندارد که دختر یا خواهر خود به زور به نکاح بدهد. درست که حق ولایت داره، بدون ولی نکاح صورت نمیگیره، این حقی عزیز. و جانب مقابل هم دختر، خواهر، زن، در عموم هر کسی را که سرپرستیش میکنه، اونا هم حق دارن و او حق از اونها نباید تلف شود. حدیثی را که خواندم رسول الله صلی الله علیه وسلم روی همین مطلب اشاره میکنن، میفرمایند ابن عباس رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکند، فرمودند رسول الله صلی الله علیه وسلم: الأیم احق بنفسها من ولیها، بیوه به نفس خود حقدارتر است از ولی و سرپرستش کردن. یعنی در انتخاب اختیار کی به مصلحتی من است، این بیوه خودش خوبتر میداند از ولیش کردن. ولی فقط در وقت نکاح حضور پیدا میکنه، به اختیاری ازی نکاح صورت میگیره، در ولایتی ازی، زیر سرپرستی ازی نکاح صورت میگیره، اما بیوه خودش انتخابش را دقیق تر میکنه از ولی خود. والبکر تستأذن فی نفسها، و اما دختر اجازه گرفته میشه ازش، از پیشی از او اجازه گرفته میشه. اجازه ازی چی است؟ و اذنها صماتها. غالبا دخترها بسیار با حیا هستند، خجالت میکشند، وقتی که از پیششان پرسان شوه جواب درست گفته نمیتوانند. اگر سکوت کردن، سکوت علامه رضا است. ایره شریعت فرموده وقتی که دختر سکوت کرد علامه رضایتش است. اما اگر تصریح به رضا کرد، به طریق اولا رضایت به زبان خودش اظهار میکنه. اما اگر به زبان انکار کرد، در این صورت پدر اجازه نداره که دختری خود، خواهری خود یا هر زن دیگری که بالایش ولایت و سرپرستی داره به زور به نکاح بدهد. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دخترکی را پدرش به زور به نکاح داده بود و این راضی نبود. باز دختر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده شکایت کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت: تو اختیار داری که همراه این شخص باشی، زندگی خود پیش ببرین، و اختیار داری که از نزد ازی بیرون شوی، نکاح خود ختم کنی. پس اگر حکومت اسلامی و یک قضاوتی درستی اگر وجود داشته باشه، دختری که به زور به نکاح داده میشه، پدرش او را مجبور میکنه به نکاح، او حق داره که در محکمه اسلامی آمده شکایت کند و نکاح خود فسخ کند، حقش است. و یک چیز دیگر برای دختر یا خواهر ما اشاره میکنم، سیست که حق شریعت به زنها داده، بدون اجازه زنها نکاح صورت نمیگیره. لکن غالبا پدر و برادر و هر شخصی که بالای زنی سرپرستی دارد، اینها هم در انتخابشان دقیق هستند. شاید بیشتر اوقات در انتخاب از خود دختر بیشتر دقیق بوده باشند. شخصی را انتخاب میکنن که آینده درستی داشته باشه،
با دیانت بوده باشه، صاحب اخلاق بوده باشه، در اجتماع زندگی خوب، معامله خوبی با مردم داشته باشه. یعنی شخصی بده به دختری خود انتخاب نمیکنن، به خواهر خود انتخاب نمیکنن. پس توصیه من برای خواهری که پدرش شخصی را انتخاب میکنه یا برادرش شخصی را انتخاب میکنه و برش پیشکش میکنن که فلانی را شوهر کو و این راضی نیست، بسیار عجله نکند، زیاد تلاش کند که استخاره کند، بار بار استخاره کند، دعا کند، ببیند چی چیز در خیرش است. بعد از استخاره و دعاهای زیاد دید هنوزم میلش به این شخصی که اینها پیشکش کرده یا پیشنهاد کردن، میلش به این شخص نیست، در این صورت جواب قطعی بدهد که پدر، برادر، ما به این شخص راضی نیستم و در خیر خود نمی بینم ایره. اما به مجرد پیشنهاد نباید فوراً رد کند. اگر دو تا شخصی با دیانتی به خواستگاری دختری پیش می شوند، پدر بر یک شخصی رضامندی دارد و دختر به شخص دیگری، در این صورت اگر پدر صلاح می بیند و هر دو را صالح می بیند، هر دو شخص را با دیانت می بیند و هر دو را با اخلاق می بیند، در این صورت به اختیاری دختر خود کار کند و رأی از او را ترجیح بدهد و راضی شود به می نکاح و سرپرستی نکاح را به دوش بگیرد. و اما اگر شخصی را که دختر انتخاب کرده اخلاق و دیانتی از را پدر دوست نداره و نمی بیند که صاحب اخلاق و دین است، در این صورت دختری خود توصیه کند، نصیحت کند و برش بگوید که شریعت صاحب دین، صاحب اخلاق را مطرح کرده، ایرا ترجیح داده. پس در این صورت بعد از توصیه های خیر، اگر دختر براه آمد بهتر، در غیر از او به پسری که اخلاق درست ندارد و دیانت درست ندارد، به این دختر خدا به نکاح ندهد و اون شخصی را که دختر هم نمیخواه، اگر چی صاحب اخلاق و دین است، نباید دختر خدا هم به او مجبور کنه که ایره ضرور همراهش نکاح بکو. الله تعالی نکاح های ما را مطابق شرع و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بگرداند و خانواده های ما را پوری از خوشی و پوری از سعادت بگرداند. بارک الله فیکم.